عذرخواهی میکنم بعضیا ولی واقعا بیشورن. میری کافه طرف میگه 2 تا لاته میدین. لاته که اشتباه لته درد و مرض. اگه میخوای بهش کمک کنی خیرخواهشی 5 دقیقه بعد که قهوه رو داری میبری بگو این 2 تا لته برای کی بود. اون اگه بخواد از تو اینو یاد بگیره دریافت کنه تمام همونجا یاد گرفته. فامیل دوست آشنا رو بعد 6 ماه 1 سال میبینی طرف به جایی که بگه قربونت برم دلم برات تنگ شد کجا بودی چقدر چاق شدی وای چقدر شکسته شدی موهات داره میریزه. خب آدم ناحسابی اگه تو توی 10 ثانیه مشاهده من فهمیدی این تغییراتو کردم من هر روز صبح تا شب دارم خودم تو آینه میبینم حتما متوجه شدم حتما بابتش قصه دارم میخورم حتما اگه شرایط مالی و زمانیش باشه دارم درستشون میکنم. دست شما درد نکنه با گفتنش فقط گند زدی تو روزم. به طرف پول قرض میدی پولتو میخوای پس بگیری میشه آدم بده آبرو شرفت میره. من اینو به چش دیدم طرف و بچه‌اش رفته جای مهمونی بچه رفته تو اتاق خانومه کل لوازم آرایشش رو نابود کرده. خانومه خواسته کوچکترین اعتراضی بکنه مامانه گفته خب حالا مگه چیکار کرد بچه است دیگه نمیفهمه. بچه رو نمیدونم ولی تو قطعا نمیفهمی و بیشوری که حتی اجازه ناراحت شدن در مقابل اشتباه خودت هم به اون طرف نمیدی. ببین بالا بری پایین بیای نمیتونی خودتو گول بزنی. نه اسمش زرنگیه نه اسمش خفن بودنه نه اسمش حمایت و اعتماد به نفس داشتنه. اسمش بیشعوریه. به خودت بگیر و لطفا بیشعور نباش.